حضرت استاد ما مولانا محمد یوسف حفظه الله و سلمه الله، ایشون تعریف کردن در شهر خودشون رحیم یار خانم شهری که ما اونجا درس خواندیم همین چند سال پیش، گفت که بی‌حجابی و بی‌حیایی به اوج رسیده بود. آخر یک مسلمانی، یه جوانی با غیرت، یه شبی به یه خانومی حمله میکنه، چند تا چاقو میزنه از پشت به پایش و به پشتش، یه نامه هم اونجا مینویسه، میاندازه که من یک جوان با غیرت هستم، هر خواهر مسلمانی را ببینم که حجابش را رعایت نمیکنه و اینطور اشاعه فساد و فحشا میکنه، من این کار را با او میکنم. میگه یک شب یکی را زده بود، شب دیگه در گوشه دیگری شهر دیگری را زده بود، شب سوم دیگری را زده بود. در تمام اخبار پخش شده بود که چنان چوریواله به اصطلاح اردو کس چاقوکشی هست که زنان بی‌حجاب را بالخصوص کسانی که در شب خارج بشند میزنه. میگه بعد از اون در شهر رحیم یار خان نه در روز نه در شب هیچ بی‌حجابی پیدا نمیشد، تا مدتی همه میترسیدند و دولت میگشت که دستگیرش بکنه، معلوم نبود، یه شب یه جای ظاهر میشه که میزد و میرفت. لذا اینجا خدای عزوجل به پیغمبر همینو میگه که اگر اینها باز نیایند از این فعل خبیثشان، الله چیکار میکنه؟ لنغرینک بهم، شما را برانگیخته میکنه، تشویق میکنه بر علیه اونها بجنگید، بزنید، ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا.